هر تصوری از بزرگی ایران داری بذار کنار. امروز میخوام بهت نشون بدم هر استان ایران اندازه کدوم کشوره. استان فارس انگلیس، استان گلستان ولز، استان کرمان اروگوئه، قم قطر، البرز فلسطین، بوشهر اسرائیل، چهارمحال بختیاری مونتنگرو، اردبیل کویت، مرکزی بلژیک، کوهگیلویی و بویراحمد ایرلند شمالی، گیلان باهاما، قزوین تیمور شرقی، کردستان ارمنستان، یزد جمهوری چک، خوزستان گرجستان، ایلام فیجی، سمنان کره جنوبی، سیستان و بلوچستان کامبوج، هرمزگان پاناما، همدان اسلوانی، لرستان آلبانی، مازندران مقدونیه شمالی، زنجان السالوادور، آذربایجان شرقی سوئیس، آذربایجان غربی تایوان، کرمانشاه هایتی، خراسان رضوی یونان، خراسان جنوبی نپال، خراسان شمالی جزایر سلیمان، اصفهان پرتغال و تهران قبرس. حالا شما بگید پرچم کدوم استان بالاست؟ میخوای ایرانو بیشتر بشناسی؟ پیج تاریخ مدرن رو فالو کن. هر تصوری از بزرگی ایران داری بذار کنار. امروز میخوام بهت نشون بدم هر استان ایران اندازه کدوم کشوره. استان فارس انگلیس، استان گلستان ولز، استان کرمان اروگوئه، قم قطر، البرز فلسطین، بوشهر اسرائیل، چهارمحال بختیاری مونتنگرو، اردبیل کویت، مرکزی بلژیک، کوهگیلویی و بویراحمد ایرلند شمالی، گیلان باهاما، قزوین تیمور شرقی، کردستان ارمنستان، یزد جمهوری چک، خوزستان گرجستان، ایلام فیجی، سمنان کره جنوبی، سیستان و بلوچستان کامبوج، هرمزگان پاناما، همدان اسلوانی، لرستان آلبانی، مازندران مقدونیه شمالی، زنجان السالوادور، آذربایجان شرقی سوئیس، آذربایجان غربی تایوان، کرمانشاه هایتی، خراسان رضوی یونان، خراسان جنوبی نپال، خراسان شمالی جزایر سلیمان، اصفهان پرتغال و تهران قبرس. حالا شما بگید پرچم کدوم استان بالاست؟ میخوای ایرانو بیشتر بشناسی؟ پیج تاریخ مدرن رو فالو کن.